سلام رفقا، خوش اومدین به یه ویدیو جدید از چنل مبینا و میثم. آقا موضوع ویدیو امروز چیه؟ مبینا توضیح بده. اول سلام کنم. سلام بچه‌ها، چطوری؟ ببخشید ما خیلی سرما خورده ایم. خیلی داغونیم. واقعا موضوع ویدیو امروز دایرکتایی که به میثم دادن، حالا دوستامون، فامیلا، دوست، آشنا، رفیق، در دایرکتایی که به همسایه. میثم دادن و دایرکت ها پیاما نه ها، ویدیوهایی که فرستادن. حالا بیشترشون طنز میفرستن دیگه. اکثرا طنزه یا موضوعات ماشینیه. حالا من مثلا یک سری بالاشو جدا کردم، حتما توی یک پارت بعدی دایرکت‌های مبینا رو چک می‌کنیم و توی یک پارت جدا کلا اینستا رو میاریم بالا، میریم دونه دونه دایرکت‌ها رو نگاه می‌کنیم. پس لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بزنیم بریم سراغ ویدیوی امروزمون. خب اولین ویدیو، بعد بگو اینا رو کی فرستاده. اینو خواهرم فرستاد. من خواهرزادم 1 سالش شده، یعنی تازه به دنیا اومده. و کلا دایرکت من و خواهرم نگاه کنیم، موضوعی که به خواهرزاده اینا ربط داره. خواهرزادمه اومده برینه تو خونه بره، رید داره میره. ولی واقعا خواهرزاده یکی از شیرین ترین موجودای دنیا. اونایی که دارن حتما میدونن چی میگن. من که نداری و خیلی شیرینه خواهرزاده. تو رانندگی تو بکن من بیدار میمونم. بچه این ابوالفضل فرستاده که توی ویدیوی ما امروز الان که داریم ویدیو رو میگیریم 1 ساعت دیگه میخوایم بریم بیرون شهر. خب یه حالت خونه قدیمی که از رفیقامون داره، همونی که این ویدیو رو واسمون فرستاده. نزدیک 2-3 ساعت از مشهد دوره و توی یک روستایی که کلا 10 نفر 10 تا خونه اعضای اون روستان، خیلی جاش باحاله. اتفاقا میخوایم یه ولاگ بگیریم از این مسیری که داریم میریم، حالا 1-2 روز اونجا هستیم. توی یک ویدیو قراره بچه‌ها رو بیارم و بهتون توضیح بدم که آقا این بچه‌ها کیان. اسمایی که اینجا بهتون میگم دیگه دقت کنین. اینو ابوالفضل فرستاده. حالا توی ویدیوهای بعدی ابوالفضل رو میبینید. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. دقیقا خودشه. این دقیقا خود ابوالفضل. بچه یک خاطر از ابوالفضل بگم. ما پارسال بود نه؟ پارسال رفتیم رشت. ما یه اکیپ 6 نفریم که هر جا میریم با همین. پارسال همین تایما بود رفتیم رشت. بعد من یک کله از مشهد تا رشت رانندگی کردم، 2 تا ماشین بودیم دیگه. آره یک کله مال مشهد دیگه. نزدیکای گرگان بود، گرگان رو رد کرده بودیم. من شدیداً خوابم گرفته بود، داشتم می‌مردم. بعد بچه‌ها واسه این که من نخوابم رانندگی کنیم زودتر به مقصد برسیم، نوبتی میومدن. آره نوبتی میومدن جلو میشستن کنار من صحبت میکردن که نخوابم حالا به چخ بریم. بعد آقا میومد دیگه، بچه‌ها انقدر حرف زده بودن، به جز من 3 تا دیگه تو ماشین بودیم، مبینا بودیم، رویا، ابوالفضل. انقدر حرف زده بودن دیگه نمیدونستن چی بگن. خب بعد موضوع به جای رسید که رویا و مبینا حرف نداشتن بزنن و واقعا خسته بودن، می‌خواستن بخوابن. جایی رسیده بود که رویا دوستمون اومده بود و میثم گفت اصلا جدی ها، نه که بخواد شوخی کنه. میثم چی شد که اسمت شد میثم؟ خیلی جدی پرسید. اصلا ما رو میگیم مونده بودیم این رویا این چه سوالیه؟ تو میگه خب حرف ندارن دیگه، این داره خوابش میگیره. بعد توی همین تایم من جلو راننده بودم، ابوالفضل پشت سرم بود، رویا کنارم بود، مبینا هم پشت سر بود. ابوالفضل اومد سرش رو اینجوری گذاشت رو شونه من، دقیقاً فکر کن گوش من. ابوالفضل سرش اینجا بود. گفت داداش نگران نباش، من خودم باهات حرف میزنم، خوابت نبره. به قرآن همینی که دارم میگم. داشتم رانندگی میکردم، در عرض شاید 15 ثانیه از این جملهش گذشت. دیدم ابوالفضل هیچ نمیگه. بعد منتظر بودم مثلا بقیه جملهش کامل کنه، برگشتم تو همین حالت خوابیده. این اومده بود که من نخوابم، خودش رو شونم خوابیده بود بیشرف. آره 3-4 صبح بود، ولی جایی هم نبود استراحت کنیم. من بین جاده بودیم، باز زودتر به مقصد میرسه. آقا بریم بقیه‌اش. اوکی. این ابوالفضل. پیام دارم برای میثم. اینم ابوالفضل فرستاده. شنیدن سر گوشت خیلی میجنبه. اینو میشناسین دیگه؟ بچه‌ها رو اذیت می‌کنی. نمیشناسی؟ شبیه که هست. این چیز دیگه، کپی عموجانی ایرانیه. نسخه ایرانیشه. نسخه ایرانی عموجانیه. شیطون. نسخه باحجاب عموجانی. خودت هم خوب چیزی هست. کی گفت؟ یه وقتشه که همه وارد عمل بشه. میدونی که چی میگم. I'm fast as fuck boy. یا دیگه ته خطه. وایسا نفر سوم لیست شی باید با من ازدواج کنه، بفرست براش. دلت نخواد.
اینم ابوالفضل فرستاده. خاک تو سر ابوالفضل، از همینجا اعلام میکنم خاک تو سر. آدم نیست همه چی میفرسته. بالا هرچی تو اکسلش میبینه واسه ما میفرسته. دایرکت ماها، دایرکت کلن ما چیزه اکسپلور ابوالفضله. رندوم از بالا همه ویدیوها به پست‌ها نگاه میکنه واسه همه میفرسته. اینو فکر کنم تو فرستاده بودی. میخوام بدونم چرا. چیزی شده که الان شاکی شدی؟ نه میلاد فرستاده. باید راجع به این چیز با هم حرف بزنیم. میشه بیشتر توضیح بدی؟ آخه نمیفهمم چی خوبش میگی. میگه. اوه نمیفهمی من دارم الان مثل دوبلای کارتونی چی شده. میگم. معلومه که ناراحتی. اوه خوب فهمیدی دکتر هولاکویی. حالا بهم بگو دکتر هولاکویی. چرا ناراحتم. به خاطر که امروز باید بازی نکردم؟ یا بهت بی‌توجهی میکنم؟ نزدیک شدی. بهت مکدولف ندادم؟ خودت هم خوب میدونی ندارم. مکدولف یکی از تشویقی یکی از خوراکی مورد علاقه سگ است. مثل مکدونالد ما واسه فکر کنم. گفتم تو ظرف غذا. و قشنگیش اینجا مثل مکدونالد توی ایران نیست، پیدا نمیشه، خیلی سخت گیر میاد، خیلی سخت. همین یه دقیقه پیش هر یه چشش دقیقه نگه شما آدم تابه واسه ما 10 دقیقه است. باش سگا کلا چش تابتا زیاد دارن. آره. چه؟ کلش هضم شده رفته. دوباره پر کن واسم. این کی فرستاده؟ رویا. این نگاه کنین بعد قضیه‌شو دیدی اینو؟ نه. قضیه‌شو بهتون میگم باز برمیگره به رشت. وای وای وای. هر پمپ گاز، هر پمپ بنزین و هر سوپری تو شمال میرفتیم من و رویا اینجا بودیم. اینو واسه من من فرستاده. ابوالفضل میشستیم دست به سینه اومدن و رفتن. بچه باور کن شاید فاصله های 5 دقیقه تمام پمپ بنزینا، پمپ گازا و هر جایی که سرویس پیدا شده نه بود که توی این فکر کنیم مسیر. مثلا یه روز باشه اینا سردیشون کرده باشه. نه هر روز اونم اینه. یعنی ما یک هفته 10 روز مسافرت بودیم، عین یه هفته 10 روز همینجوری. روزی 20 بار. خدا کاری خطا نکنه اصلا اینو تو فرستادی. جدا نکنه منم عاشقی کپی رایت نگیریم. چشمان مست جایی تو داره شده که نه شانس آوردی مست وطن نه از همسایه وطن نت خریدم تو را دیدم من خارج بگو نگوی. اینقدر پیشه من با این خندیدم. حسام خیلی خوبه. واکنش واکنش اینم تو اینم هم فرستادی. فرستادم. میگه مشروب نخور گناهه. اوه الان من کافر شدم تو شدی مسلمان. اینم مبینا فرستاده. اسکول بلا کی بوده؟ انگول بابا کی بوده؟ شاسکول میخوای برسونمت بلاکت کنم؟ بلاک کن. مست خدام تو بلاک کن. هرچی دلم میخواد پست استوری میکنه. آره چیه؟ اینو کی؟ اینم ابوالفضل فرستاده. بلند نخون. اینو من فکر کنم تو فرستادی. من چایی واسه اینکه هرس کسی رو در بیام لیوان چایی رو اینجا میریزم. و کف میمونه شبیه هیچ چیزی میشه. نه بابا. اینم تو فرستادی. وای اصلا وای من حالم به هم خورد اینو دیدم. وای درسته میگن دختر بچگانه صحبت کنه قشنگه مثلا جذابه، ولی نه این بی احترامی نمی کنی. ما گوش کنی چجور سری چطوری؟ عزیزم من دارم خیلی شندش به جای این چیه مد شده این سایه اینجوری میزن زیر چش؟ چی بهش میگن؟ کانسیلر. همون چیزلر. واقعا چرت و پرته. نمیفهمم. آقا کانسیلر با سایه سبز با موجه های اینجوری با پرسین به من چی؟ نظری نمیدی. وای اینجاشو من دیدم. آشقال برگرد بفهم یک ساعت بارم داری همون شدی چندش
برو خونه دیگه پیاده شو چندش بابایی بابایی و اینو رویا فرستاده. من این پسرمو دارم نیست اینجا، خب شهرستان خودمونه، میاد ویدیوشو واسهتون میگیرم. ما هر سری رفتیم استق، هر جا بودیم اینی که دراز کشیده منم، اونی که اینجوری وایساده متینه. هر جا که رفتیم، هر جا آب بود ما تو آب بودیم. داداش تو مطمئنی اگه انگشت تو در بیاره غرق نشو؟ آره اصولش همینه اصلا. به والله ماییم، دقیقا همه اینا ماییم. وقتی که میگه سگو اینو من فرستاده. من خونت نمیام. به تخمم. نایس. خیلی زیبا بود. خیلی. آقا ما سگ داریم. نه از یاد همینجا ما باز خوشحال میشیم. چقدر دارین فامیلا رو دشمن میکنیم با خودمون. نه فامیل خب بذار دارم هر میگم، کی. از همینجا دارم میگم هر کی با فلفل ما حال نکرد خونمون نیاد. ما خیلی خوشحال تموم شده رفت. ما اون خونه ای که ما داریم مال فلفله. شما حق نداری بیای توی حریم فلفل یا حریم هر کسی که حیوان خونگی داره بخوای بهش دست یا بدی. بعضی اینجوری میکنن وای بدت نمیاد دستشویی میکنه، وای نه. بدت نمیاد بهش غذا میدی. خب بی‌ناموس من اگه بدم میومد که نمی آوردم آره دیگه. ان تو قبلش که من بچه دار میشی، تو که بچه دار میشی بچت میرینه بعدت میاد بشوریش. اینم بچه‌مونه. نه بعد ناراحتم میشن. من هر کی بهم میگه، من قشنگ با بچه خودش مثال میزنم، میگم تو مگه بدت نمیاد بچت اینجوریه اونجوریه. بعد ناراحتم میشن تو الان داری سگو به یک بچه مقایسه میکنی، ربطی وقتی نداره، تو بچه داری است. به من اینجوری بی احترامی میکنی، داری به علایق من بی احترامی میکنی دیگه. منم به تو بی احترامی ببین سگ میکنم. یا گربه، حالا ما خودمون گربه نیاوردیم سگ آوردیم شده بچه‌مون. خب سگ اصلا یا هر گربه موجودی، اصلا بگو یه گلدون توتی. تو اونو دوستش داری. آره اصلا حیوان خونگی اون بچه کوچیک خونه است که تا آخر عمر بزرگ نمیشه. تو باید ازش مراقبت کنی و این موضوع به هیچ کس ربط نداره، به هیچ کس. من مامان و بابام مخالف 100% آوردن سگ بودن، 100%. ولی الان به یک جای رسیدم، درسته مامانم هنوز گارد داره ولی به یک جای رسیدیم من فلفل میبرم خونه، من اوکیه. من خونه خواهرم میرم با اینکه بچه کوچیک داره فلفل تو خونه وله. من الان همه دوستش دارن. مامان بابام از سر کار که میان با هم دیگه میرن سر کار، شبا که میان اصلا به ما محل نمیدن، اول فلفل رو بغل کنن این ور اون ور کنن، بعد تازه ماها رو میبینن. ما فلفل رو میبریم گردش ولی خودمون گردش نمیریم، یعنی انقدر اون واسه ما مهمه. پس لطفاً هر کی خواست خونه ما بیاد، زشته بگم گوه نخوره در مورد فلفل. نه گوه نخوره در مورد فلفل. مرسی. من تو وای این ویدیو اصلیش دیدی؟ این ویدیو اصلیش نیست دا. ویدیو اصلیش تو جاده هرازن، تو یک مه شدید دارن میرن، بعد اصلا متن چیزی روش نیست. یارو داره فیلم میگیره میخواد آهنگ بخونه نمیتونه، خندش میگیره. مثل رویا میخنده. دقیقا اینجا دست میره. به خدا اصلا نگاه کن کار مسخره داره انجام میده ها. مثلا ولی داره خیلی آهنگ خوبه، میخونه خندش باله. میخنده، بعضی چیز خنده آقا دار بعضی نیست. خنده هاشون باله مثل پوتک. ولی این وقتی میخنده آدم آره پوتک آروم با میشه. خندش خندت میگیره. اینو تو فرستادی ابوالفضل فکر کنم. من کلا دایرکت شما خیلی واسه من میاد. نه ابوالفضل فکر کنم. نه این بچه رو میشناسین دیگه، معروفه. یه بلاگر با فوش شدن بلاگر شده. آخه اینا تقصیر پدر مادر هست. این تربیت اشتباه پدر مادر. حالا ما میگیم با مزه است. تربیت نه. خب ما خیلی از بچه‌ها دور و برمون فوش میدن، ولی اینکه اینجوری تشویقش کنی، ازش فیلم بگیری، بخندی بذاری بهش. بخندی، خیلی زشته. این دیگه 2 روز دیگه خیلی ببخشید. چون بخوای نخوای بچه‌ها یاد میگیرن. آره به ولی قبل اون پدر مادرم نمیبینه، هیچ احترامی واسش قائل نیست و اینی که داره ازش فیلم میگیره باباشه. خب همون دیگه اشتباهه. فکر می‌کنن کار شیرینی اصلا نیست.
جمله خلصه بود بی‌ناموس دلغک. بچه‌ها فردا چیک داریم بازار خیلی آقا خسته نباشید. سلام سلامت باشید. یه دونه کافی شاپ میخوام. جان؟ کافی شاپ. بله. متین با یه بفرست. اسپرسو دوبلکس. چا چیک داریم؟ دوبلکس؟ آره. پنکف هم داریم. اگه خوشمزه میخوام. یکم ترش. میخوام. بله. با یه تچ سینگل. چای ماشاءالله. چای ماشاءالله. اینو کی فرستاده بود؟ ابول اینا همه دایرکت من نگاه کنین. من ظهری همه دایرکتشو سین زدم، ویدیو رو برداشتم، همین الان بالای 15 تا ویدیو واسم فرستاده. دستم برار مخاره میخواد پول بیاد دست. نه بابا برار پا من مخارش افتاد برار فکر کنم یک سفر خارجی هم افتاد. برا نشه نیستی احتمالاً. نه برار آخه وقتی گینه نرسیده باید پولت مخاره رو بکنم. اون شما قدیش قدیش جفتشون گل زدن. سلام. خوش اومدی. گلای چند؟ این؟ نه این. اوه کسی گل زدن اینجوری هم. قابلت هم نداره. آشون حساب کنم ببرم. قابلت هم نداره. قابل شما هم یه تخفیف هم به من بده. پنج شیش هفت نیست. وقتی دوستم میگه دیگه نمیخوام عرق اینو فرزانه فرسته. بخورم واکنش من گفتم سلام یه دونه تیشرت میخواستم سایز دوست دخترم. ابول چرا اکسته؟ برو بالا. نکسته؟ برو بالا. زنته؟ بزن قده. ترسیدی؟ برو بالا. ریدی. برو بالا. زایدی. بزن قدش. میخوای بزنی؟ برو بالا. میخوای بکشی؟ برو بالا. میخوای بکنیش تو کونم؟ بزن قدش. بابا این سکانس شوخی کردم اصلا دیدی اینو؟ دیدیش؟ ببین باید نگاش کن. خیلی. جفتشون چتن خب چت کردن دارن یک فیلم نگاه میکنن. حالا من یه تیکشو آوردم ترسیم از کپی رایت. نه جفتشون نمیخوره. جفتشون چت کردن من یه سکانسش آوردم فوق العاده است. اینو توی گوگل یا یوتیوب سرچ کنین میاد. گوش کن. پریدی؟ پرید هواپیما سوار شدی؟ نه چی کار میکنن؟ اینا تو جلسه جلسه چی؟ برج مراقبت چاله هواییه؟ نه تا چاله هوایی سوار شدی؟ ایوه رفتم تو چاله هوایی 3 ماه پام تو گچ بود. از کجا؟ از اینجا. سیامک کو؟ سیامک تویی؟ ابراهام لینکلنی؟ نه من خواهرشم. من برم تو کمد بخوابم. نه یه دقیقه واسه هم فیلم من برم تو کمد بخوابم. شروع میشه واسه من نشون میده. فیلم کیه؟ هیچکاکه. میبینیم سنه باز چی گفتم؟ فندکو آهنگ یا؟ نه اون که وودی آلنه. اونه؟ تو ابراهام لینکلنی؟ نه من خواهرشم. من برم تو کمد بخوابم. واسه داره فیلم تموم میشه واسه داره تموم میشه. این صداش داره اذیتم میکنه صداش کم کن. هیچکاک صداش خیلی قویه میخواد صداش کم کنه. چجور؟ فینگر تاچ این. یعنی با تخمی کم میشه. نگاه. چجوره؟ کم شد. من برم تو کمد بخوابم. نه وایسه کجا میری؟ داره فیلم وسطاشه. تو ابراهام لینکلنی؟ خیلی خوب بود. اوه اینم خیلی قشنگه. اینم فرزانه بود. خب مرسی از اینکه ویدیو هم تا انتها نگاه کردید و با ما بودید رفقا. لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله زنگوله یادتون نره. عاشقتونیم تا ویدیو آینده. خداحافظ.